بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. درس امروز ما و شما درس ششم هست که در درس ششم ما و شما ان شاء الله تعالی اسمای الله سبحانه و تعالی را چنانچه در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است، اینا ما و شما ان شاء الله میخوانیم. اولین نامی که امروز ما و شما را میخوانیم نام الله هست. الله. خب اولا بیاین ببینیم که در لغت مثلا علما در مورد نام الله سبحانه و تعالی چی گفتن. علما میگن که در قسمت نام الله علما دو نظر دارن. نظر اول علمایی هست که اونا میگن که الله نام است به ذات الله متعال و در ساختمان از این نام میگن که این نام مشتق است. مشتق چی معنی؟ یعنی اشتقاق شده از کلمه اله که در زبان عربی به معنای معبود است. در زبان عربی اله معبود میگفتن که ذات از او را عبادت میکردن و قانون از او را اطاعت میکردن. پس میگن که الله که است از اله گرفته شده و از رزی الف لام تعریف گذاشته شده. الف لام تعریف به خاطر ازی که وقتی یک نام سرش الف لام داخل میشه به این معنا که اون معرفه و معلومدار میشه. یعنی اله معبود میگن. به هر معبود عرب ها اله میگفتن. هر کس را که عبادت میکردن و قانون از او را بالای خود تطبیق میکردن او را اله میگفتن. وقتی که الف لام داخل شد باز اینجا چی میشه؟ امی لفظ الله که است وقتی که اله الف لام در داخل شد الاله شد. متوجه هستید؟ این وقتی که الاله شد این مخصوص شد برای کی؟ برای الله سبحانه و تعالی که او معبود به حق است. و این را علما میگن که بالاخره همزه دومی ازی حذف شده و لام در لام ادغام شد، الله شد. پس به این نظر اصلش الاله هست که از اله گرفته شده و بعد از او امی تغییرات کامله الله هست. نظر دوم علمای دیگه میگن که نه، امی الله که است ای از کدام کلمه دیگه اشتقاق نشده، ای از اول نام بود برای معبود به حق. خب این دو نظر علما هست. میگن در تعریف خب و علما باز میگن که الله که است چی مشتق شده باشه و چی نام بوده باشه از اول، میگن که اسم الله دلالت به تمامی اسما و صفات الله میکنه. یعنی علما به این نظر هستن که امی تمامی نامها و صفات الله سبحانه و تعالی در اینمی کلمه یعنی در لفظ الله جمع شده هست. تمام نامها و صفات الله. علامه ابن قیم جوزی رحمت الله علیه در کتابش به نام مدارج السالکین می نویسد اسم الله دال على جميع الاسماء الحسنى و صفات العلی. میگن اسم الله که دلالت میکنه به تمامی اسماء حسنا و صفات عالی الله متعال. به این معنی که اگر یک کسی یک مرتبه میگه که الله، به این معنی که الله سبحانه و تعالی را با تمام نامها و با تمام صفاتش یاد کرده. چقدر این نام با عظمت است. یعنی اگر یک نفر میگه یا الله، به این معنی که گفته که یا رحیم یا رحمان یا کریم یا ستیر، تمام نامها و صفات الله را ای در حقیقت ذکر کرده و ای ثواب، اگر این ثواب برای یک انسان نوشته شده، یعنی سبحان الله نامها و صفات الله بسیار زیاد است که ما عدد زور درک کرده نمیتونیم و الله متعال میفهمه. بنابراین ثوابش هم به اندازه میشه که او را ما در گفته نمیتونیم، بلکه ثواب به اندازه میشه که الله سبحانه و تعالی او را میدانه. علامه سید طنطاوی هم در تفسیر وسیط یک تفسیر داره به نام تفسیر الوسیط، میگه فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الالهیه. میگه
الله که است اسم است برای موجود حقی که جامع هست لصفات الهی، که اینمی در این نام جمع شده تمام صفات الهی. المنعوت به نعوت ربوبیه، یعنی الله اسم است به اون موجود حقی که اون موجود حق تمام صفات الوهیت داره، اون موجوده که المنعوت به نعوت ربوبیه با صفات ربوبیت توصیف میشه. المنفرد بالوجود الحقیقی لا اله الا هو سبحانه و تعالی. خب حالا میایم در تعریف اصطلاحی، مثلا در اسماء الله الحسنى الله چی معنا میده؟ یعنی ما مسلمان ها باید نام های الله را یاد بگیریم و وظیفه ما هست که اول خود ما باید نام های الله را یاد بگیریم و مطابق اینمی نام ها زندگی بکنیم، مطابق این نام ها عقیده داشته باشیم. پس مهمترین چیزی هست که باید ما الله را بشناسیم و همچنان وظیفه ما این هست که ما باید الله را برای دیگران معرفی بکنیم. بحث هایی که زیاد مهم است در زندگی مسلمان ها و متاسفانه که مسلمان ها ایره توجه نکردن و روز به روز چی میشن به عقب میرن و نظام از پیششان رفت، خلافت اسلامی از دست مسلمان ها رفته، حکومت اسلامی از دستشان رفته، اخوت اسلامی را از دست دادن. کل مشکلات به چی میگرده که ما زیادتر در موضوعات بحث میکنیم که او حاشیوی است و در فکر ما، در اندیشه ما، در عقیده ما تأثیر قوی نداره، بلکه ما را ضعیف میسازه. اما اگر ما واقعا الله متعال بشناسیم و الله سبحانه و تعالی را با اسما و صفاتش بشناسیم و زندگی مطابق اسما و صفات الله بکنیم، اما قسمی که الله مستحق سور عبادت بکنیم، در حقیقت ما نجات می‌یابیم، مثل که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و خود پیغمبرا و صحابه و تابعین و تبع تابعین این موفقیت و این کامیابی را حاصل کردن. خب حالا میخوایم معرفی کنیم بر شما اسم الله را. الله هو المعبود بحق. در تعریفش قسمیم که الله هو المعبود بحق، او معبود بحق است الذي يستحق العبادة والاطاعة، که مستحق عبادت و اطاعت است و تختصان له و امی عبادت و اطاعت خاص برای الله است. معبود بحق است. دوم الذي يستحق العبادة، معبود بحق است، يستحق العبادة والاطاعة دو، و تختصان له و امی عبادت و اطاعت مخصوص از او هست. ای سه. و له صفات الجلال والعظمه. ای چار. ولا سبیل الى معرفت عبادته الا من طریق انبیائه علیهم السلام. خب آل راه نیست برای عبادت از مگر از طریق پیغمبرش. آل این تعریف چند نکته هست، یعنی ما و شما برای شناخت الله سبحانه و تعالی چند چیز اساسی هست که ما باید او را در قسمت الله بفهمیم. اگر نفهمیم ما الله را نشناختیم. اول باید عقیده داشته باشیم. نقطه اول او چی هست؟ که الله معبود حق است. الله معبود به حق است. وقتی که یک مسلمان فهمید که الله معبود به حق است، به این معنی که دیگه معبودا کلش باطل است و ان الله هو الحق در قرآن هم گفته میشه و میای باز آیات قرآن. علامه عبدالرحمن ابن حماد ایده کتابش چی میگه؟ میگه الاله الحق، الله ذاتی است که معبود حق است. خب